من سرجان ودینای زیودین شراوگانویچ طولی 14 ماه می‌شود که در صف قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان ادای خدمت نموده ایستاده‌ام. من سرول مینداری خود و مینداری همه خدمتچیان این درگاه را خصوصا افسران جزء قشون‌های سرحدی را به سرفرمانده هیئت قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امام علی رحمان میرسانم که چون بهر ما سرحدبانان انشاءات‌های خوب و زمانه‌ای فراهم آورده است، ما به این غمخواری پیشوای معظم ملت نگاه کرده وطن را مردانه‌وار و ماهرانه حفظ میکنیم و هیچ گونه میگذاریم که دشمن قدم خطرناک خود را به این درگاه ما، به این وطن عزیز ما که نامش تاجیکستان است گذار است. تا جان در بدن داریم برای حفظ مرزبوم وطن تیار هستیم. نیرو و حیات خود را دریغ نداشته وطن را مردانه‌وار، ماهرانه، صافدلانه، صادقانه حفظ میکنیم.